اگر این سریال رو ندیدی نصف عمرت برفناست. خیلی به کانال خودتون خوش اومدین. اسم من نویده و بیشتر راجع به کامیک و حالا مارول و اینا صحبت میکنم، اما این ویدیویی که میخوام امروز براتون صحبت کنم توش کاملا غیر مارولیه. یکی از بهترین سریال هایی که دیدم سریال د بویز بود. واقعا کسایی که این سریال رو ندیدن و کامیک دوست دارن، حالا همه رو نمیگم، کسایی که کامیک دوست دارن، فیلم و سریال های سوپر هیروی دوست دارن، اصلا به هیچ وجه این سریال رو از دست ندن. یکی از کامیک هایی هستش که اگه اشتباه نگم زیر نظر آمازون هست، کلا سریالش هم زیر نظر آمازون و پرایم داره ساخته میشه و واقعا قشنگه. خیلی سریال توپیه و کاملا اون چیزی که شما از فیلم ها و سریال های سوپر هیروی توی دی سی و مارول دیدین مجزاه، اصلا کلا باوراتون رو میریزه به هم. خیلی جالبه. همون 10 دقیقه اول فیلم اینجوری که به به چه سریال عاشقانه ای، چه قشنگه، آخه دو تا کفتر عاشق دارن با هم دیگه راه میرن که یهو میبینی دستای یارو فقط تو دستای اون یکیه و بقیه‌اش دیگه نیست اون طرف. این صحنه اولیه که شاکینگ هست و سریال با این شروع میشه و شما کرکوپرتون میریزه. اصلا همین اول سریال هم با همین چیزم همین تیکم خیلی تریلراش معرفی میکرد سریالو. کلا سریال د بویز در مورد نیمه دارک سوپر هیرو هستش و اصلا نشون داره میده که این چیزی که شما تو مارول و دی سی دارید میبینید خاله بازیه، اینا مال بچه هاست. واقعیت چهره این سوپر هیرو اصلا این چیز دیگه ایه. ما مثلا توی دی سی داشتیم، توی دی سی ما اینجاستیس رو داشتیم که هم گیمش اومد هم کامیکاش اومد و راجع به این بود که جوکر لوئیس لین رو میکشه و سوپرمن قاطی میکنه، جوکر رو میکشه و یه حکومت خیلی وحشتناکی رو توی زمین، اون زمینی که هست که بهش زمین اینجاستیس میگن، اونجا برپا میکنه و اصلا همه چی میریزه به هم که بتمن باهاش میره تو فایت و خیلی اصلا خیلی استوری قوی و خفنی داره. اون هم خیلی من دوست دارم. یکی اونه، یکی مثلا فلش پوینت مال خود فلش هستش که فلش یه گوکاری میکنه برمیگرده تو زمان، میره عقب، مادرش رو نجات میده و وقتی برمیگرده یعنی میاد روی حالت روال عادی میبینه که اصلا همه چی عوض شده. پدر بتمن زنده است، توماس زنده است و خود بروس مرده و پدرش خیلی آدم خلافکار، بتمن خلافکاره، نه خلافکاره، بتمنی که همه رو میکشه، یعنی اون کدی که بتمن داشتن این نداره، سوپرمن اصلا وجود نداره. خیلی عوض شدن اصلا کاراکترها کلا یه جور دیگه ای هستن. ولی توی د بویز ما چیزی که میبینیم زندگی واقعی سوپر هیرو هست که ما نمیبینیمش و به ما یواش یواش این رو نشون میده. هستن سوپر هیرو هایی که خیلی خوب هستن، خیلی کاراکترهای مهربونی دارن، آدما رو نجات میدن، خیلی آدمای خوبی هستن، سوپر هیروهای خوبی هستن به قولن. ولی یه سریال رو نشون میده که سوپر هیروهای خیلی ببخشید لجنی هستن و خیلی زندگی کثیف و کثافتی دارن. اصلا خیلی هاشون اصلا یه چیزهایی میبینید تو این سریال. هم خیلی سریال مثبت 18 حالا مثبت 18 که مثبت 17 16 ایناست، به 18 نمیرسه. صحنه چیز نداره، داستان نداره، نشون نمیده. آره نشون نمیده چیزی، اگه اشتباه نگم شاید هم نشون میده، فکر کنم، نمیدونم، یه جاهایی نشون میده ها، اندام و اینا رو نشون میده ولی اون صحنه ها رو نداره. ولی خیلی یعنی دیگه انقدر واقع گرایانه است این سریال که خون و ترکیدن آدم و پاچیدن آدم و اینجور چیزا مثلا زیاد توش داره. صحنه اینا هم داره و داستان راجع به اینه که یه کاراکتری هست به اسم هوملندر که این هوملندر وقتی که با یه آقایی بوده که یه خانومی داشته که این خانوم توی اون شرکتی کار میکرده که این هوملندر هم اونجا بوده. این سوپر هیرو زیر نظر یه کمپانی به اسم واتن و واتن که وات چیا، وات VOGHT نوشته میشه. اینو من درست کنم،
اون خانومی که اونجا کار میکرده تو بخش فکر کنم روابط عمومیش و اینا بوده که متاسفانه هوملندر به این خانم تعرض میکنه و حالا من نمیخوام کلمه‌شو بگم چون ممکنه که مشکل ساز بشه و متاسفانه رابطه نامشروع باش برقرار میکنه و شوهرش اینو بعداً میفهمه و خب این خانومه که این اتفاق براش افتاده توسط هوملندر گم و گور میشه و بعد میگن که مرده و یک کینه شطوری خیلی سنگینی بین اون آقا که اسمش بوچر باشه و این هوملندر به وجود میاد و این بوچر از روی این خشمی که داره به جنونی میرسه و باعث میشه که بره به سراغ هوملندر و تمام سوپر هیروهایی که مثل هوملندر هستن اون تیمشون هستن و میخواد یک انسان بره به فایت سوپر هیروهایی که یعنی اون هوملندر عین سوپرمنه، دقیقاً پرواز میکنه، از چشاش لیزر میاد، خیلی قویه، نمیمیره، هیچ اتفاقی براش نمیفته، خون از دماغش نمیاد، چون هستن بقیه هاشون مثلا یه سری دیگه شون هستن که خیلی آسیب پذیرن به خیلی چیزها، ولی هوملندر علنا هیچی نمیشه و همه ازش میترسن، همه ازش حساب میبرن، خیلی شخصیت دارک و ترسناکی داره. یه جورایی اگه شما کامیک یعنی سریال کامیکی اینوینزیبل رو دیده باشید شبیه آمنیمنه یه جورایی که توی مورتال کمبت هم کاراکتر هوملندر رو آوردن هم کاراکتر آمنیمن رو آوردن که یه فایت خیلی قشنگی بین این دو تا اتفاق افتاد که مثلا کی میبره. خیلی ویدیوها ساخته شد راجبش که اصلا آقا کی میبره، انیمه و اینا ساخته شد که بین این دو نفر کی پیروز میشه. زیاد نمیخوام راجبش براتون بگم که برید سریال رو ببینید، خیلی سریال قشنگیه، خیلی سورپرایزتون میکنه خیلی جاها. در کل داستان کلیش یه همچین چیزیه و همینجوری جلو میره و این دی بویز اسم تیم این بوچره که چند نفر میاد توی تیم و شخصیت خیلی باحالی داره که یکیشون مثلا ام که خیلی جالبه اسمش مادرز میلک، یعنی شیر مادر، اسم یارو شیر مادره. نمیدونم پدر مادر این چه پدرکشیگی با این داشتن اسم یه آدمو گذاشتن مادرز میلک، یعنی شیر مادر اسمش گذاشتن که خیلی باحال شوخی شد، میم های خیلی زیادی ساخته شده داشت تو اینستا و اینا. یکی دیگهش فرنچیه که شخصیت فرانسویه که میشه گفت مثل جسی و اون آقای والتر وایت توی بریکینگ بد، یه آدمی که خیلی چیزا حالیشه، هم مختره که نه بیشتر کمیسته، یعنی کار شیمیدانیه، خیلی چیزا بلده. یه کیمیکو هستش، یه هیوی هستش که هیوی همون پسریه که متاسفانه دوست دخترشو تیکه تیکه میکنن و دستاش فقط میمونه تو دستش. بوچره و بعدها یه سوپر هیرو هم میاد داخلشون که استارلایته. اونورم که اون بهش میگن گروه 7 یا گروه 7. هوملندر لیدرشون کوین میوه که خیلی شبیه واندر وومنه، میگم خود هوملندر که سوپرمنه، کوین میو شبیه واندر وومنه. یه دونه بلک نوار دارن که بلک نوار اگه جی آی جو رو دیده باشید خیلی شبیه اسنیک آی بود اسمش اگه اشتباه نگم، خیلی شبیه اونه. حالا خیلی مثلا به بتمن تشبیهش میکنن. یه دونه دیپه که کاملا شبیه آکوامنه و یه دونم ایترینه که عین فلشه، سریع اسپیدستره که اما اول سریال هم استارلایت میاد تو تیم 7 بعد میره تو تیم بوچرینا. دیگه کسی دیگه ای شخصیت نداره حالا سیزن‌های بعدی، اما اولش همینان اگه اشتباه نگم. یا یه دونه ترانسلوسنت هم هستش که حالت اینوینزیبل داره، اینویزیبل داره، اگه اینویزیبل داره بخشید یعنی نامرئی میشه. آره اگه همینا اگه نگفتم کسیو برای اوایل سریال تو کامنت ها بهم بگین. خیلی سریال خفنی این بود، یعنی هرچی من از این بگم خفنیش کم گفتم. حتما برید سریال رو ببینید. 3 تا سیزنه، بعد سریال جنوی میاد که مرتبطن به هم دیگه، بعد سیزن 4 میاد و سیزن 5 هم در حال ساخته. حتما فراموش نکنید. اگر دوست داشتید ویدیو منو حتما ویدیو منو لایک بکنید، کانال من بیاتون نره سابسکرایب کنید. در مورد کامیک خیلی صحبت میکنم. مواظب خودتون باشید و فعلا خداحافظ.